سلام دوستان عزیز، شما را باز به برنامه ما خوش آمدید میگویم. امروز هم در یکی از تالارهای عروسی آمدیم و در اینجا بیش از 22 زوج جوان را توسط یک بنیاد خیریه عروسیشان برگزار شده و میخواهیم امید صحنه را بر شما پوشش بکشانیم و همین محفل را که توسط نهاد خیریه برگزار شده و عروسی بیش از 22 زوج جوان میباشه را بر شما به تصویر بکشیم. ان شاءالله تا آخر برنامه بیننده ما باشید. با وجود مشکلات روزافزون که دامنگیر جوانان می شود، هستند جوانانی که تلاش دارند و با هزار امید برایشان زندگی می سازند. این زوجها که امروز پیوندشان را بستند و با ابراز خوشی و قدردانی از برگزاری این مراسم می گویند مدتها نامزد بودند و توانایی مالی برای برگزاری مراسم عروسی جداگانه را نداشتند. سلام علیکم، خوب هستین؟ خوب هستین بیادر جان جور است. اسمتان؟ علی سینا. علی سینا جان، امروز روز ازدواجتان است؟ بله امروز روز ازدواج ما است. چند سال سن دارین؟ ما 18 سال. چه احساس دارین که امروز عروسیتان است و برای جوانان دیگه چی گفتین دارین؟ والا امروز خیلی احساس خیلی خوش هستم که برای جوانان از فقط پیام من اینی نیست که اگر عروسی نمیتونن بگیرن فقط دمی بنیادا شرکت کنن. این شکر بنیادای ما هستن میتونه این مثل امروز واره اگر عروسی خیلی خوب بگیرن که از مصرف گزاف جلوگیری شود. خب تشکر از اینکه همراه ما بودین علی سینا جان. به امید موفقیت و زندگی خوش براتون میخوایم. سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام. اسمتان؟ احمد زیا جان، امروز روز عروسیتان است، چی احساس دارین؟ واقعا خوشحال هستم. چند سال هستین شما؟ خودم؟ بله 26 سال. 26 ساله. از اینکه امروز از مصرف گزاف دیگه جلوگیری شده که توسط بنیاد خیریه بر شما ازدواجتان فراهم شد زمینش، بر جوانای دیگه چی گفتنی دارین؟ آیا از این خوشحال هستین یا نه؟ واقعا خوشحال هستم و برای جوانا همین توصیه را میکنم که بیاید از این مصرف گزاف جلوگیری شود و بتونیم با همچین مراسم‌های مذهبی و سنتی از واقعا که یک مراسم بسیار خوب است اشتراک کنیم. از سوی هم مسئول بنیاد خیریه شهدا و برگزار کننده این عروسی دست جمعی در این مراسم گفت هدف از برگزاری این مراسم مبارزه با رسم و رواج های ناپسندیده، گرفتن جلو فحشا در جامعه، هزینه‌های انگافت در مراسم عروسی و از بین بردن عنعنات ناپسندیده می باشد. ازدواج با برکت است که خرج و مخارج آن کوتاه و مختصر باشد و مطمئن باشید که این ازدواج مشمول دعای پیامبر گرامی اسلام است، چون هم کوتاه است، هم مختصر است و هم در جمع کثیر از انسان‌های عزیز برگزار شده است